خب سلام بچه ها، چطورید؟ خوبید؟ بعد از بگم 5 سال عکاسی پشت سر هم و سختایی که کشیدم بالاخره به اون که خواستم رسیدم. سونی آلفای C مارک 2. خب ولی میخوام الان اینو جلوی شما آنباکسینگ کنم که ببینید چی توش هست. خب من که این البته صبح اومد. خب صبح اومد، من چون یه چند جا کار داشتم دیگه خودم نتونستم بازش کنم، گفتم بذارم وقتی اومدم خونه قشنگ با خیال راحت با عشق بگیرم بازش کنم شما هم ببینید. خب اولش که توش دفترچه‌های راهنمایی‌های بعد البته چیز خاصی هم داخلش نیست. خب کلا یه دونه باتریشه، یه دونه بندشه که میندازی دوری گردن، البته من از این استفاده ندارم. اگه کسی خواست میتونه بنویسه میتونم براش بفرستم. بعد داخلش هم یه دونه لنز 28-60 احتمالاً باید باشه توش. آره 28-60. البته این هم احتمالاً من استفاده نتونم کنم چون اصولاً دوربینایی که میخرید مثلا نو لنزایی که روی خودشونن زیاد لنزای مالی نیستن اینجوری میشه گفت. خب ولی حالا فعلا برای شروع بد نیست. خب و اصل کاری رو اینجاست. فقط میخوام این ویدیو سریع شه که فقط بکنم بزنم توی استوری باهاتون شیر کرده باشم خوشیمو. حالا میبینید قیافم یه جوریه، خب به خاطر اینکه تو پوست خودم نمیگنجم. اینم که دوربین است، یه چیز خوشگل ترتمیز، مثلا خودم عشق کردم باشه. و چیز خوبی که برای من خیلی خوبه این LCD گردونشه، بعد لمسی هم مثل LCDش و تنها چیزایی که داخلش همیناست که متاسفانه با شارژرش اینا رو دیگه جداگونه سفارش بدی. حالا میگم به خاطر نمیدونم محیط زیست و اینجور چیزا. تا به هر حال خیلی خوشحال شدم که این دستم اومد و از این بعد میتونم خیلی کارهای حرفه‌ای تر رو برای شما انجام بدم و اشتراک بذارم. دوستتون دارم.